دوستان عزیز سلام، من سعید اولیا هستم و تو این جلسه قراره بگیم که چطور محصول خودتون رو بر اساس نیاز مشتری بهش ارائه بدین تا مشتری حس کنه این محصول دقیقاً همون چیزی هستش که نیاز داره. خب دوستان، توی جلسات قبل ما گفتیم که ساختار دیالوگ فروش تلفنی 4 بخش اصلی داره. بخش اولش مربوط به آگاهسازی مشتریه، یعنی اینکه به مشتری بگید من کی هستم و چرا با تو تماس گرفتم. بخش دوم نیازسنجی، با یک سری از سوالات بتونید مشتری رو به حرف بیارید و از حرفهای مشتری نیاز مشتری و اون در واقع مرحله مشتری رو بتونید تشخیص بدید. بخش سوم ارائه محصول هستش که ما توی این جلسه قراره در رابطه باهاش صحبت کنیم و بخش چهارم هم دعوت به اقدامه که توی جلسه بعد کامل در رابطه باهاش صحبت میکنیم. ببینید دوستان، با توجه به اینکه مشتری سرد، گرم یا داغ باشه، هر کدوم از این مشتری ها یک جنس ارائه محصول داره و شما با توجه به اینها باید محصولتون رو به این افراد ارائه بدید. خب اول بریم سراغ مشتریان سرد. برای مشتریای سرد ما چطوری باید محصولمون رو بهش ارائه بدیم؟ خب گفتیم که مشتری سرد در واقع فردی هستش که سردرگمه، امروز نمیخواد خرید کنه، هنوز دقیقا نمیدونه که چه محصولی به دردش میخوره و محصول خودش رو هنوز انتخاب نکرده. دوستان، ساختار ارائه محصول برای مشتری سرد به این شکله که شما اول باید یک مشاوره کامل به این مشتری بدین تا این مشتری از حالت سردرگمی بیاد بیرون و به یک انتخاب اولیه برسه. بعدش محصول خودتون رو در قالب مشاوره‌ای که دادین بتونید توی اون مشاورتون بگنجونید و به مشتری ارائه بدین. خب ساختار مشاوره برای یک مشتری سرد به این شکله که عرض میکنم. اول باید بیاین دسته‌بندی محصولات خودتون رو توی بازار بهش ارائه بدین که بهش بگین مثلا توی بازار این محصولی که ما داریم کلا این دسته‌بندی ها رو داره. بعد از اون بیایید بازه‌های قیمتی رو به مشتری بگین که تو بازار یه همچین بازه‌های قیمتیه و بعد هر دسته‌بندی چه ویژگی‌هایی داره به مشتری این رو بگین. توی بازار این دسته‌بندی‌ها چه ویژگی‌هایی دارن، برای چه افرادی مناسبه و اینجا شروع کنید خودتون برای مشتری تصمیمی گرفتن، یک انتخابی کردن. بعد از این به مشتری بگین که با توجه به این نیاز و این ویژگی شما این محصول به دردتون میخوره. توی گام پنجم شما باید اینجا برای مشتری بعد از اینکه انتخاب کردین که چه محصولی برای مشتری خوبه، بیاید محصول خودتون رو اینجا ارائه بدین. حالا به مشتری بگین که خب من این محصول رو دارم، با این ویژگی هاست، ما مزیت رقابتیمون اینه، این خوبی ها رو داره محصولی که ما داریم نسبت به رقبا و الان تو میتونی این رو خرید کنی و اگر خواستی خرید کنی بیا از من خرید کن. خب مثالش رو همین آقای علیپور پیش میبریم. حالا من خیلی خلاصش رو میگم. در قالب همین 5 گامی که توی در واقع ساختار ارائه محصول برای مشتری سرد هست پیش میبریم. خب ببینید جناب علیپور، توی بازار ایران لپتاپ ها چند دسته دارن. یه تعداد لپتاپ خونگیه، یه تعدادشون دانشجوییه، یه تعداد لپتاپ برای کارهای حرفه‌ای و سنگینه و یه تعداد لپتاپ تجاری هم هستش که برای شرکت ها استفاده میشه. این لپتاپ ها معمولا بازه قیمتیاشون از فلانه تا فلانه، اما با توجه به اینکه شما دانشجو هستین، لپتاپ های دانشجویی فرض کنید مثلا از 15 تومن شروع میشه تا 50 میلیون تومن. این لپتاپ های دانشجویی این ویژگی ها رو داره. لپتاپ های 15 تومانی مثلا یه همچین هاردی داره، یه همچین سی پی یویی داره، یه همچین رامی داره و لپتاپ های 50 تومانی هم به این شکله. خب مرحله سوم که ویژگی های هر دسته است رو گفتم. حالا توی مرحله چهارم برای مشتری میخوام انتخاب کنم. ببینید جناب علیپور، با توجه به اینکه شما دانشجو هستین و نیاز شما هم برای کارهای کامپیوتری هستش و قراره که نرم افزار در واقع نصب کنید و پروژه های دانشگاهیتون رو انجام بدین، پیشنهاد من به شما فلان محصول هستش. این محصول از رضایت مشتری خیلی بالایی برخورداره و اکثر مشتریای ما که دانشجوان میان این محصول رو خرید میکنن. دیدید دوستان، اینجا برای مشتری من اومدم یک انتخاب کردم. توی مرحله 5 حالا محصول خودم رو به مشتری ارائه میدم. حالا اینجا به مشتری میگم که اتفاقا ما این محصول رو الان داریم
و مثلا یه همچین تخفیفی خورده، یه همچین ویژگی هایی داره، رقبای ما مثلا 12 ماه گارانتی میدن، گارانتی ما 24 ماه. شروع میکنید از مزیت‌های رقابتی محصول خودتون نسبت به سایر بازار به مشتری گفتن. خب توی مرحله 5 که محصول خودتون رو گفتین و زیاد هم مانور نمیدین، معمولا 20% مکالمتون در رابطه با محصول خودتون خواهد بود، 20 الی 30%ش. مابقیش باید در قالب اون مشاوره باشه تا مشتری به یک آگاهی کاملی برسه. در انتهاش هم شما میدونید که این مشتری صد احتمال خیلی زیاد الان خرید نمیکنه، پس تلاش نکنید که هی از محصولتون تعریف کنید تا مشتری بخره. این رو که گفتین در انتها به مشتری میگین که مثلا جناب ولیپور، من کامل راهنماییتون کردم، فکر میکنم که این گزینه براتون خوب باشه و خدمتتون عرض شود که بعدش احتمالاً مشتری شروع میکنه به سوال پرسیدن که توی بخش 5 دعوت به اقداممون میگیم که چطوری به مشتری سوالاش رو جواب بدید و در آخر چه اقدامی رو از مشتری بگیرید، چه کال تو اکشنی رو بگیرید که بتونید احتمالاً وقتی فردا یا پس فردا یا چند روز بعد این مشتری تصمیمش نهایی شد و خواست خرید کنه، بیاد از شما خرید کنه. خب این در رابطه با مشتری سرد. گفتیم که ساختار ارائه محصول برای مشتری سرد به چه شکلیه. حالا میریم سراغ مشتری گرم. خب گفتیم که مشتریای گرم هم ویژگی هایی که دارن اینه که به دنبال تامین مالی هستن، از جزئیات یک محصول دارن سوال میپرسن، یک یا دو محصول دارن سوال میپرسن و معمولا امروز یا فرداست که این افراد خرید کنن. دوستان قالب ارائه محصول برای مشتری های گرم به این شکله که شما باید از ویژگی های فنی، قیمتی و رقابتی محصولتون براش توضیح بدین. در واقع باید تمامی جزئیات محصولتون رو به مشتری بگید با جزئیات و بهش بگین که شما چه مزیت‌های رقابتی نسبت به سایر رقبا دارین. چارچوب در واقع ارائه محصول برای مشتریان گرم هم به این شکلی هستش که عرض میکنم. اول شما باید ویژگی های فنی محصول کامل به مشتری بگین و بگین که این مشتری در مقایسه با سایر محصولاتی که دارین چه ویژگی های مثبتی داره. دوم باید ویژگی های قیمتی محصول رو بگین و بگین که در رقابت با محصولات دیگه توی چه رده قیمتی قرار داره. سوم مزایای رقابتی کل کسب و کارتون رو بیاید بگید نسبت به سایر رقبا. چهارم از تکنیک فومو استفاده کنید، مشتری رو تشویق کنید که اگر امروز نخری ممکنه یه فرصت خوبی رو از دست بدی. و پنجم هم در واقع باید اون روش پرداختی که مشتری قرار پرداخت کنه و چند روزه به دستش میرسه رو برای مشتری توضیح بدید. پس دوستان جنس ساختار ارائه محصول برای مشتریان گرم به همین ترتیبیه که خدمتون عرض کردم و این مشتریان گرم جزء مهمترین مشتریان شما هستن. اون ساختار دیالوگ رو بر حسب اون محصولی که دارین باید بچینید، قبلش حتما آماده کنید، چند بار از روش بخونید و بعدش که خواستین با مشتری صحبت کنید دیگه اون در واقع برگه اسکریپت دیالوگتون رو بذارین کنار و اون رو باید حفظ باشین، بذارین کنار و دیگه فی‌البداهه هر چی که تو ذهنتون اومد با مشتری راحت صحبت کنید. مشتری نباید این حس رو بکنه که شما رباتین و یه چیزی رو حفظ کردین و دارید میگید. بذارید مشتری صحبت کنه، واقعا به صورت طبیعی وارد دیالوگ با مشتری بشین و محصولتون رو در این چارچوب به مشتری ارائه بدین. خب دوستان بریم سراغ مشتری داغ. حالا برای مشتری داغ ما چطور باید محصول خودمون رو ارائه بدیم؟ گفتیم که مشتری داغ در واقع فردی هستش که محصول خودش رو دقیقاً انتخاب کرده، دقیقاً میدونه چی میخواد و امروز هم میخواد خریدش رو بکنه. یعنی در رابطه با پرداخت و الان کی به دستم میرسه و چجوری پرداخت کنم، لینک پرداخت کجاست، داره در رابطه با اینها صحبت میکنه. ببینید دوستان برای مشتری داغ شما جنس ارائه محصولتون به این شخص باید اول یک اعتمادسازی کوچیکی انجام بدین در قالب ارائه محصول و بعد فرایند خرید رو به این مشتری توضیح بدین و بعد مراحل پرداخت و ارسال رو برای شفاف سازی کنید و در آخر هم از خدمات پس از فروش و پشتیبانی باید بگین.
دوستان برای مشتری داغ نیاز نیست خیلی از جزئیات و ویژگی‌های محصولتون بخواید توضیح بدید، مقایسه کنید، مزایای رقابتیتون رو بگید. دلیلش این هستش که این مشتری انتخاب کرده که من این محصول رو میخوام و فروشندش هم شما هستین. کافیه یه مقدار فضای اعتماد رو براش ایجاد کنید، از خدمات پس از فروش براش بگین و کارهای پرداخت رو با مشتری پشت تلفن همونجا باهاش پیش ببریم. خب اما دیالوگی که برای مشتری داغ معمولا یک دیالوگ نمونه بخوایم مثال بزنیم به چه شکلی خواهد بود؟ فرض کنید که آقای علیپور مشتری داغ امروز میخواد خرید کنه. مرحله اول گفتیم که یه اعتمادسازی کوچیک انجام میدیم و بعدش میریم سراغ این که فرایند خرید رو بخوایم باهاش یه بار مرور کنیم. خب جناب علیپور، این گزینه‌ای که شما انتخاب کردین با توجه به نیازتون خیلی گزینه خوبیه و اتفاقا این محصول هم از رضایت مشتری خیلی بالایی برخورداره. می‌بینید یه اعتمادسازی خیلی کوچیک مینیمالی انجام دادیم اینجا. بعد میرم مراحل خرید رو به مشتری میگم که چه کاری باید انجام بده برای اینکه خرید کنه. خب جناب علیپور، برای اینکه خریدتون نهایی بشه وارد صفحه پیشخوانتون بشید، به قسمت خرید نهایی برید. توی قسمت خرید نهایی زمان ارسالتون رو مشخص کنید و بعد دکمه پرداخت رو بزنید که وارد صفحه پرداخت بشین. توی صفحه پرداخت هم کار پرداختتون رو انجام بدین. شما دیگه کارتون تموم میشه و هیچ کار دیگه نیاز نیست که انجام بدین. این تا اینجا حالا شفاف سازی در رابطه با زمان ارسال و پرداخت. جناب علیپور، بعد از اینکه پرداختتون رو انجام دادین 48 ساعت کاری این محصول به دست شما میرسه. البته برای اینکه خیالتون هم راحت باشه بعد از پرداخت بنده دوباره با شما تماس میگیرم، یک بار دیگه آدرس رو باهاتون چک میکنم که هم خیال بنده و هم خیال شما راحت باشه که آدرس دقیقاً همون جایی هستش که شما ثبت کردین. بعدش انشالله در طول 48 ساعت کاری آینده محصول به دستتون میرسه و میتونید که استفاده کنید. پس اینم به این شکل من دیالوگش رو پیش میبرم و در آخر حتما از خدمات پس از فروش و پشتیبانی هم بگید. جناب علیپور، اگر بعد از خرید هر سوالی داشتین، هر موردی داشتین یا اگر مشکلی توی محصولتون به وجود اومد، حتما شما میتونید از پشتیبانی‌های 24 ساعته ما استفاده کنید، از خدمات پس از فروش ما استفاده کنید و جای هیچ نگرانی برای شما وجود نداره. هر کاری هم داشتین هم بنده هم دوستان پشتیبان هستیم، در خدمتتونیم و میتونید کارتون رو با ما در میون بذارید که ما کارتون رو سریعا در اسرع وقت حل کنیم. اینجا من سعی میکنم که خیال مشتری رو برای بعد از خریدم راحت کنم و این مشتری اینجا یه حس آرومی میگیره و خیلی ترغیب میشه که بیاد کارهای پرداختش رو انجام بده. خب دوستان، توی این مرحله هم ما اومدیم گفتیم که چطور بر مبنای نیاز مشتری که تشخیص دادیم و متوجه شدیم که این مشتری سرده، گرمه یا داغه، بر مبنای اون چطور محصول خودتون رو به مشتری ارائه بدیم. گفتیم که برای مشتریان سرد فقط نیازه که حجم زیادی از دیالوگ ارائه محصولتون به سمت مشاوره دادن باشه و در انتهاش اون محصولتون رو در قالب مشاوره بگنجونید. برای مشتری گرم فوکوس کنید روی اون محصولاتی که انتخاب کرده، تمام جزئیات و ویژگی‌های فنی، قیمتی و رقابتیش رو به مشتری بگین که مشتری کامل آگاه بشه و انتخابش نهایی بشه و بعد از شما خرید کنه. برای مشتری داغ هم نیاز نیست خیلی از ویژگی‌های محصولتون بگید، بیشتر روی اعتماد سازی و اون فرایند خرید متمرکز بشین که مشتری بدونه الان باید چه کاری انجام بده که کار پرداخت رو انجام بده و خیلی از ویژگی‌های جزئی محصولتون نگید. ممکنه که یک نکته‌ای رو بگین باب میل مشتری نباشه و اون مشتری از خرید کردن از شما منصرف بشه و بره از جای دیگه خرید کنه. خب این هم از این جلسه بعد قرار دعوت به اقدام رو بگیم حالا برای مشتری سرد، گرم و داغ در انتهای دیالوگ چطوری به سوالات مشتری جواب بدین و چطور اونها رو دعوت کنید که بیاد یک اقدامی رو انجام بده که در واقع این دیالوگ شما بعد از قطع کردن تلفن بسته نشه و باز بمونه تا بتونید به اون هدف خودتون که در واقع فروش موفق هست برسید. دوستان تا به اینجای کارم اگر سوالی داشتین به پیج اینستاگرام من سعید.اولیا حتما سر بزنید و توی دایرکت سوالاتون رو بپرسین که من در خدمتون هستم و جواب میدم.